تصور کنید سال 2050 است. ربات‌ها در خانه‌هایمان زندگی می‌کنند، خودروها بدون راننده حرکت می‌کنند و هوش مصنوعی تصمیم‌هایی می‌گیرد که زندگی ما را ساده‌تر و حتی علیب‌تر می‌کند. اما واقعاً این آینده چگونه خواهد بود؟ بیایید با هم یک سفر علمی به دنیای تکنولوژی آینده داشته باشیم. هوش مصنوعی و زندگی روزمره. هوش مصنوعی یا AI دیگر فقط یک ایده علمی تخیلی نیست. امروز AI در گوشی‌های ما، ماشین‌ها و حتی یخچال‌ها حضور دارد. سیستم‌های هوشمند می‌توانند رفتار ما را پیش‌بینی کنند، کارهایمان را ساده‌تر کنند و حتی به ما یادآوری کنند که چه کارهایی باید انجام دهیم. اما آیا می‌دانید مغز یک AI چگونه فکر می‌کند؟ با الگوریتم‌هایی که از داده‌ها یاد می‌گیرند و تصمیم می‌گیرند، درست مثل یک مغز دیجیتال. ربات‌ها و محیط‌های کاری. ربات‌ها تنها در کارخانه‌ها نیستند. آنها حالا می‌توانند در بیمارستان‌ها جراحی کنند، در خانه‌هایمان کارهای روزمره انجام دهند و حتی در محیط‌های خطرناک به جای انسان‌ها کار کنند. تصور کنید یک ربات نجات دهنده در یک زلزله یا یک ربات که به سالمندان کمک می‌کند. علمی که پشت این ربات هاست شامل مکانیک، حسگرهای پیشرفته و هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی خلاق و آینده علوم. AI دیگر فقط یادگیری و تصمیم گیری نیست. امروزه هوش مصنوعی میتواند موسیقی بسازد، نقاشی بکشد و حتی داستان خلق کند. تصور کنید یک جهان که در آن ایده ها و خلاقیت های انسانی و هوش مصنوعی با هم ترکیب میشوند تا نوآوری هایی بسازند که حتی تصورش هم سخت است. چالش ها و اخلاق. اما این آینده بدون چالش نیست. تصمیم گیری هوش مصنوعی می تواند اشتباه باشد، ربات ها ممکن است جای انسان ها را بگیرند و مسائل اخلاقی پیچیده ایجاد شود. بنابراین دانشمندان و مهندسان همیشه باید قوانین و چارچوب هایی بسازند که تکنولوژی در خدمت انسان باشد، نه بر علیه آن. تکنولوژی آینده پر از فرصت و چالش است. هوش مصنوعی و ربات‌ها زندگی ما را تغییر خواهند داد، اما این ما هستیم که باید انتخاب کنیم چطور از آن استفاده کنیم. شاید روزی برسد که بهترین دوست ما یک ربات باشد یا همکار ما یک AI فوق‌العاده. آینده علمی است و ما بخشی از آن خواهیم بود. اگر از این سفر علمی لذت بردید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیوی علمی هیجان انگیزی رو از دست ندهید.